به اجازه شوهر و خانه پدر و مادر بنابر قول صحیح درست نیست. اما بقیع دور است. به قضای حاجت به بقیع می رفتن به اجازت، لیکن به خانه پدر و مادر اگرچه در مسافه نزدیکتر است اجازت پرسیدن. لیکن به اجازت شوهر، حال بسیار زنها به اجازت شوهر به روسیه رفتیان، نعوذ بالله، به اجازت شوهر قهر کرده به خانهش می رفته است. اینا گناه است. خواهران عزیز، شوهراتان را به خاطر الله تعالی اطاعت کنید. خلاصه به فتواهای سبک گیرنده ها که به اجازت شوهر میتونی به خانت روی یک هفته یا مراتبه، این دهها دلیل صریح و صحیح ندارد. دو نفر خواهش کردن که یه نصیحتی میکردین برای زنی که از خانه شوهرش به اجازت رفته برنامه کردن. در صحیح بخاری و مسلم از حدیث عایشه رضی الله عنها آمده است که وقتی که حضرت عایشه در حادثه افک، وقتی که تهمت کرده شدند، به تهمت گرفتار شدند، خیلی مصیبتی وزنین بود و هم بیمار بودند، هم وقتی که این خبری مصیبت را به یک ماه شنیدند و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اتأذن لی ان آتی و ابوی، برای من اجازت میدید که به نزد پدر و مادرم روم یا رسول الله؟ یعنی اجازت پرسیدند. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم برایشان اجازت دادند. حافظ عراقی در کتاب طرح التثریب میگن که قولها اتأذن لی ان آتی ابوی، قول حضرت عایشه که یا رسول الله برای من مگر اجازت میدید که به نزد پدر و مادرم روم، همین سخنش فیه ان الزوج لا تذهب الى بیت ابویها الا باذن زوجها. در این حدیث استنباط است، دلیل است که زن به اجازت شوهرش به خانه پدر و مادرش رفته نمیتواند، به خلاف رفتنش به قضای حاجت. و قضای حاجت رفتنی باشد به اجازت شوهرش هم، مثلا شوهرش نیست در خانه، میتواند رود. خیلی که در همین حدیث عایشه هم حضرت عایشه به قضای حاجت به بقیع رفته. بقیع از خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم، من امروز حاجی ها، عمره کننده ها میبینید از خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم تا قبرستان بقیع که اون وقت یک زمینی خالی بود چقدر مسافه است. اما خانه حضرت ابوبکر در بری مسجد بود، چون که حضرت ابوبکر از خانه شان به داخل مسجد در داشتن مانند رسول الله صلی الله علیه و سلم. یک چند آدم هایی که در گرد خانه، در گرد مسجد زندگی داشتن، اونا اول از خانه شان به مسجد در داشتن مانند پیامبر صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک دری داشتن، از همون در مباشرتا به مسجد وارد می شدن. یک دری دیگر داشتن، با اون به کوچه می برآمدن. یعنی دو در داشت خانه شان. بعد یه روز گفتن که هر کسی که از خانهش مباشرتا به مسجد در شده اون درها محکم کرده شود الا باب ابی بکر، غیری دری ابوبکر. این دلالت میکند که خانه حضرت ابوبکر هم در اطراف مسجد بود، یعنی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی نزدیک بود. اما بقیع دور است. به قضای حاجت به بقیع می رفتن به اجازت، لیکن به خانه پدر و مادر اگرچه در مسافه نزدیکتر است اجازت پرسیدن. بنابراین به اجازت شوهر به خانه پدر و مادر بنابر قول صحیح درست نیست. لیکن اگر رفت و همسرتان اجازت پرسد به خانه پدر و مادرش، برادرش، خواهرش اجازت دهید، برای آنکه این عبادتی بزرگ است، صله رحم است، پیوست کردن علاقه خویشاوندی است. لیکن به اجازت شوهر، حال بسیار زنها به اجازت شوهر به روسیه رفتیان، نعوذ بالله، به اجازت شوهر قهر کرده به خانهش می رفته است. اینا گناه است. خواهران عزیز، شوهراتان را به خاطر الله تعالی اطاعت کنید، به اجازتش یگان کار نکنید. از شوهر به جای رستی پنهانی یگان کار نکنید. شوهر آگاه کنید. به اجازت به خانه پدر یا به دیگر خانه ها زندگی نکنید، علاوه خصوص در مسافرت. بعضی برادرها شکایت میکنن که همسراشون به اجازت به دیگر شهر روسیه رفته زندگی دارند با همراهی دیگر زنها. نکنید. شوهراتون رو اطاعت کنید. اگر شوهرتون مقصد اینقدر سزاوار نیکی نباشد، به خاطر الله کنید. الله برای شما اجر و ثواب میدهد. به خاطر فرزنداتون،
به خاطر مثلا دیگر ثواب شما اطاعت کنید. انشاءالله الله تعالی ان الله لا یضیع اجر المحسنین، الله تعالی اجر و ثواب نیکوکاران را ضایع نمیکند. خلاصه به اون فتواهای سبکگیرنده ها که به اجازت شوهر میتونی به خانه روی یک هفته یا مراتبه، این درها دلیل صریح و صحیح ندارد. بله این خیلی قول ها هست در کتاب ها، لیکن قول صحیح به اجازت شوهر نباید به کوچه، اگرچه به زیارت پدر و مادر باشد. اگر به زیارت پدر و مادر به اجازت شوهر رفتن ممکن نباشد، به طریق اولا به دیگر کارها اجازت نیست.